سلام دوستای عزیزم، با ما همراه باشید با یه آرایش ژورنالی. ابتدا از یک کانسیلر، حالا هر برندی که دارید، ما از فورور 52 استفاده میکنیم. بلند میکنید روی هر دو چشمشون. از رنگدونه مای میکاپ از گوشه داخلی چشمشو باز میکنه، یه حالت نیم دایره هلال میزنیم، علامت گذاری میکنیم تا وسط چشم. همون مواد رو بلندش میکنیم به سمت بالا. با یه قلم فید کوچیک فیدش میکنم هر دو چشمو با همون مواد. موادتون اگر اضافه باشه خیلی زیاد میشه و پخش میشه. گوشه خارجی چشمو یه علامت گذاری میکنم، فیدش میکنم به سمت گوشه داخلی چشم با یه قلم فید کوچیک از مارک اکشو فیدش میکنم. با سایه هودا بیوتی فیکسش میکنم. با قلم فیدم سایم رو فیکسش میکنم و یه رنگ بهش میدم. با کانسیلر و قلم سرتخت خط برشم رو میندازم. یه خط برش تمیز با قلم بلندش میکنم. با بیوتی بلندرم یک نواخت میکنم. از سایه طلایی رنگ هودا استفاده میکنم. وسط چشمم و از سایه طلایی استفاده میکنم. از سایه افرا گوشه داخلی چشم و از رنگ روشنش استفاده میکنم. رنگش سلیقه‌ای، حالا دوست داشتید میتونید از رنگ‌های دیگه هم استفاده کنید. زیر ابرو رو من دوست دارم که از رنگ سفید تر کار کنم، سفید صدفی کار کنم. گوشه خارجی چشمو میخوام خیلی پررنگ تر باشه نسبت به جاهای دیگه. از بی پرفکت گوشه خارجی چشممو بلندش میکنم با یه قلم سرکج. از رنگ دودی و مشکیش استفاده میکنم. دوباره فیدش میکنم. از خط چشم مک استفاده میکنم با قلم گراف. گوشه خارجی چشم یکم پهن‌تر نسبت به گوشه داخلی چشم. با یه قلم سرکش خط چشمم رو فید میکنم و حجم اضافی خط چشمم رو به گوشه خارجی میدم. با یه قلم برش سرتخت زیر سایم رو یه کات تمیز میندازم. یه خط برش تمیز با کانسیلر. از موژه استفاده میکنم. گوشه خارجی چشم رو یکم بالاتر میزنم که چشم رو به حالت لیفتش کنم.
خط چشمم رو میکشم گوشه داخلیشو. با افرا گوشه داخلی چشم رو سفید میکنم. با یه قلم سرکج با رنگدونه مای میکاپ زیر چشمشون رو یه خط صاف میکشم. همون خطی که کشیدم همون مواد رو بلندش میکنم، فیدش میکنم به سمت پایین. قلمم رو عوض کردم، اینجا از یه قلم ریز استفاده میکنم برای فید. فیدش میکنم با قلم فید کوچیک. بعد از رنگ هدا برای فیکس کردنش استفاده میکنم. شما میتونید از هر سایه‌ای که دارید استفاده کنید. همونطور که این ور چشم رو انجام دادیم همون کار رو برای چشم سمت چپمون هم انجام میدیم. فیدش میکنم دوباره برای فیکس کردن. از رنگ آناستازیا قهوه‌ای گرمش استفاده میکنم برای رنگ دادن بیشتر. یه قلم سرکج گراف ریز برای گوشه های چشم که خط صافتری بهش بدم. ریمل زیر چشمشون رو میزنم. ریملم اسنسه. امیدوارم که این میکاپ ژورنالی و خطیمون رو دوست داشته باشید.